ما نگاه کنید طرف السلام علیکم مردم خارون گرامی، خوب هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. مردم خارون گرامی، اویله‌ای که در ناحیه ورزاب خانه‌شان سوخت در گرفت و در همون خانه سه اویله زندگی میکردن که کلینشان و نبیره‌شان سوخته است. نبیره‌شان سبحان الله 30% سوختگی در ریانیماسیونی است. با ما مراجعت کردن، کمک خواستن، ما بزرگ شدیم. الحمدلله تا امروز 350,000 روبل روسی جمع شده و ما تصمیم گرفتیم برای همین اویله تا 600-700,000 روبل روسی را جمع کنیم. به خاطر الله از یک شما خواهش میکنم که چه قدر میتونه 10 روبل، 100 روبل، 500 روبل، 1000 روبل قدرت به توانایی بیا یک جا شویم برای همین اویله کمک رسانیم. سبحان الله در یک خانه سه اویله زندگی میکنن و همه چیزایی که در داخل همون خانه بود سوخته رفتگی است. مردم و خارون گرامی بی‌طرف نباشیم، بیا یک جا شویم همین اویله را خوشحال کنیم ان شاء الله. و از هر یک شما خواهش میکنم بی‌طرف نباشین، لایک، کامنتار و نوارو را به دیگران روان کنید تا که یگان برادر و خواهرم بینه کمک خچه برسونه. سبحان الله باور کنید این پدر و مادر به نهایت حالشون بد است و میخواهند که کمکشون کنیم. از هر یک شما خواهش میکنم بی‌طرف نباشید. الله نگهبانتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. دیگه قوتی گوزنی ندارم. من خانه ماجیر شد، دیگه سوخت در گرفت رفت. در این دو عرفه خانه در بدر شدیم. دیگه نمیدانیم که کجا رویم. دیگه نمیتونم دیگه گاز دیگه دو تا بیمار دارم در بالینسا. دیگه کمک نداریم که دیگه وای کنیم دیگه. در حالت سوختار کلینن نبیرچتان در درنی خانه بدن؟ خودم در آمدم نتونستم گودک گرفتم. گودک 30% سوخته؟ گودک 30% سوخته. کلینا به دهنی تریزه در آمد. گفت خاله جان گودک نیست. گفتم در کجایی؟ گفت که در بری بالایی. در گشتک در تریزه شکسته در آمد گودک همین دستش گرفت و فرد. 30% از گودک سوختگی در ریانیماسیون وزبین گودک. کلینم در بالینسا. باز شما دو روز شد در بدر. ما در بدر مازی. مردم اید قید کردن شما؟ ما هیچ گویا. برای همین اید چقدر دوای کردم دیگه. با مردم مهاجر چی گفتنه؟ چی خواهش داره؟ شما دستگیری کنه؟ میخوام که در ما هم کمک کنه. با مردم مهاجر، با مردم دست بخیر چی گفتنه؟ من میدونم که حاضر حالت شما به نهایت وزبینه. اینا گواره سوختگی را بینن که ادرنی همه کودک برآوردگی. شما حاضر چی گفتنه مادر عزیز؟ میخوام که ماده کمک کنه. شرایط زندگیتون وزبین حاضر. یک پرپا دی نه پرپا نه ماتراس نه هیچ چیز نمیدونم چیکار کنیم دیگه. در یک همی خونه چند اویله بود؟ 3 اویله. 3 اویله واسه به سرپناه مونده. اما ما در بدر مازی چیکار کنم دیگه؟